سلام دوستان عزیز، به کانال گلدن ایردراپ خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستیم با یک آموزش عالی و کاربردی در رابطه با خرید ارزهای دیجیتال قبل از پامپ. شاید برای شما هم سوال بوده باشه که چطور ارزهایی که قرار رشد چشمگیری رو داشته باشن قبل از همه پیدا کنیم و بتونیم یک سود عالی رو کسب کنیم. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. برای پیدا کردن ارزها با پتانسیل بالا در ابتدا ما به چند برنامه و وبسایت نیازمندیم. 1. برنامه X 2. برنامه کوین مارکت کپ 3. برنامه دکس اسکینر و 4. وبسایت سول اسکن. شاید بپرسید برنامه X به چه کارمون میاد؟ در رابطه با ارزهای دیجیتال باید خدمتتون بگم که به طور مثال این توکن ترامپ توی صفحه خود ترامپ توی شبکه X معرفی و رونمایی شد. و یا خود ایلان ماسک هر هفته یا هر از گاهی با حمایت و یک توییت از یک ارز میتونه باعث رشدش بشه و خیلی دیگر از نهنگ‌های بازار که توییت هایی در رابطه با ارزهای دیجیتال میذارن و ما میتونیم نهایت استفاده رو از این توییت ها ببریم. برنامه مورد نیاز بعدی برنامه کوین مارکت کپ هست که زمانی که وارد این برنامه یا وبسایتش بشید میتونید لیست تمام ارزهای دیجیتال رو مشاهده کنید. به طور مثال من میخوام توکن های شبکه سولانا رو ببینم. برای همین روی این بخش کلیک میکنم و تمام لیست برام بالا میاد. و یا حتی توکن های هوش مصنوعی یا AI که روی اینجا کلیک میکنیم و تمام لیست برامون بالا میاد. اینجا یک سری تنظیمات هست که میتونید با فعال سازیش کار رو یک مقدار برای خودتون راحت تر کنید. روی گزینه کاستوم آیز کلیک میکنیم و این سه تا گزینه رو فعال میکنیم. گزینه والیوم به مارکت کپ و گزینه 24% به بیت کوین و گزینه 30 روز رو فعال میکنیم. بعد از تایید به دلخواه وارد یک بخش میشیم. مثلا من میخوام توکن هایی که روی شبکه سولانا هستن رو ببینم. برای همین روش کلیک میکنم. از این طریق ما میتونیم بهترین ارزها رو شناسایی کنیم و با تصمیم درست و سرمایه گذاری درست نهایت سود رو ببریم. در اینجا میتونیم لیست کامل ارزها روی شبکه‌های مختلف رو مشاهده کنیم و ببینیم که آیا توی ضرر هستن یا توی سود. توی قدم بعدی وارد وبسایت دکس اسکرینر میشیم. در اینجا یک تاییدیه ازمون میخواد که باید تایید کنیم که ربات نیست. بعد از اینکه تایید کردیم، زمانی که وارد وبسایت شدید شما میتونید لیست توکن ها رو مشاهده کنید که من میام ترند این روزها یعنی توکن ترامپ رو انتخاب میکنم. اینجا مشخصات خود توکن رو نمایش میده که ما کاری به این نداریم و از گزینه پایین روی این گزینه کلیک میکنیم. روی گزینه تاپ تریدرز کلیک میکنیم. در اینجا ما میتونیم با دقت ببینیم که کی از این ارز ترند بیشترین سود رو گرفته. اینجا خوب با دقت نگاه میکنیم که ببینیم کی تونسته از این ارز ترند بیشترین سود رو کسب کنه. انتخابش میکنیم و صفحه رو به سمت راست میکشونیم. روی این گزینه کلیک میکنیم و ما رو مستقیم به وبسایت سول اسکن میبره. زمانی که وارد وبسایت سول اسکن شدیم یکم صفحه رو به سمت پایین میکشیم و روی این گزینه کلیک میکنیم. در اینجا ما میتونیم ببینیم که صاحب این کیف پول روی چه توکن های سرمایه گذاری کرده و چه مقدار سودی از اونها کسب کرده. از این طریق ما میتونیم توکن های خوب رو قبل از پامپ شکار کنیم یا به قول گفتنی پشت دست نهنگ ها حرکت کنیم و سود خوبی رو از اونها کسب کنیم. و در آخر با کمی تحقیق درست ما میتونیم بهترین توکن ها رو شناسایی کنیم و اونها رو خریداری کنیم.
مرسی که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.